سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 3 ایول همراهی شما. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با سفر رسمی وارد دوشنبه شد و با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه ملاقات کرد. او بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت روسیه برای پاسبانی مرز تاجیکستان و افغانستان سرحدبانان تاجیک را مجهز و مسلح خواهد کرد. سرگئی لاوروف در جریان این سفر همچنین با رئیس جمهور امامعلی رحمان همکاری‌های تاجیکستان و روسیه و اوضاع در منطقه را بررسی می‌کند. قرار است او با دیپلمات‌های جوان تاجیک هم ملاقات انجام دهد. Мы говорили о вооруженном конфликте на востоке Украины. Мы едины в необходимости прекращения кровопролития и немедленного начала переговоров с тем, чтобы выработать общеприемлемые для всех граждан и для всех регионов Украины решения. بعد از پایان سفر رسمی وزیر امور خارجه روسیه روز 31 ایول در نشست شورای وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر دوشنبه شرکت می‌کند. دادگاه در شرق تاجیکستان سعادتشاه عدالتوف رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در بدخشان را به زندان محکوم کرد. دادگاه ناحیه ونج روز 30 ایول گفت سعادتشاه عدالتوف بر اساس ماده 189 کودکس جنایتی تاجیکستان یعنی برانگیختن کینه و عداوت دینی به 5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده اعتراض کردند. رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در بدخشان را 14 اپریل امسال بعد شکایت 30 ساکن جماعت یزغلام ونج دستگیر کردند. به گفته ساکنان سعادتشاه عدالتوف در بحث‌های مذهبی بعضی از آنها را شیعه مذهب خوانده و می‌گفته است که نان و جنازه آنها حرام است. حزب نهضت اسلامی گفته است که بازداشت عدالتوف یک اقدام حکومت برای بی‌آبرو کردن همین حزب است. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت ثابت شدن گناهایش ممکن است شۆҳрат قدرتov وکیل دفاع شناخته تا به 10 سال زندان محکوم شود. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان روز 30 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت بازداشت شۆҳرат قدرتov انگیزه‌های سیاسی ندارد و بر اساس قانون صورت گرفته است. جوابیده پول شۆҳрат قدرتov می‌تیاد همون وقت بازداشت شۆҳрат در اساس شکایت هم جوابیده است هم سودیا. ماموران انتظامی تاجیکستان شۆҳрат قدرتov را روز 21 ایول با اتهام رشوه‌خواری و مایل کردن یک دادرس به گرفتن رشوه دستگیر کردند، اما خودش میگوید که اتهامات بی اساس است. شۆҳرат قدرتov که عضو حزب سوسیال دموکرات نیز است در پرونده‌های پرسر و صدای زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی از حقوق هر دو حمایت کرده است. مقامات تاجیکستان میگویند تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی کشور تولید آلومینی را در نیم سال گذشته 46% کم کرده است. نعمتجان بوریف معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 30 ایول در نشست مطبوعاتی گفت در این مدت در تلکا نزدیک 64,000 تن آلومینی تولید شده است که بسیار کم است. او همچنین در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت مولی تکنولوژی خودم استفاده این سخت نگرانشان اخباری ما سوالی که من نماینده اراده‌زدی بودم و فکر می‌کنم که همین جوابو به کمال باشد. پایین رفتن قیمت آلومینی در بازارهای جهانی و فرسوده شدن تجهیزات کارخانه تلکا سبب کم شدن تولید آلومینی در تاجیکستان شده است. تلکا در گذشته سالانه تا 300,000 تن آلومینی تولید می‌کرد ولی برای فعالیت ناشفافش بسیار تنقید می‌شود. مطبوعات تاجیکستان می‌گوید فایده از فروش آلومینی اساساً به جیب افرادی نزدیک به رهبران اول تاجیکستان می‌رود. و جزئیات این خبر با گزارش‌های دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.